به نام خدا. سلام و عرض ادب دارم خدمت همگی شما. میخوام در مورد سه اشتباه بزرگ و مرگبار در فارکس با هم صحبت کنیم. سه اشتباهی که در ابتدای مسیر من خودم زمانی که تازه بازار رو شروع کرده بودم انجام دادم و منتهی به ضرر شد و حتی کل سرمایه‌ام رو از دست دادم. اشتباه اول دوستان، بدون استراتژی و بدون تکنیک ترید کردن. یعنی این که شما در ابتدا اون حست با بالا و پایین رفتن بازار، با دیدن کندل های بزرگ و کوچیک توی بازار تصمیم بگیره و ورود کنه. حتی شما امروز برای ابتدای مسیر، برای شروع کار، یک استراتژی خیلی ساده هم اگه داشته باشید، خیلی ساده خیلی ساده، مثلا حمایت و مقاومت های بازار، خب میتونید به صورت منظم انجامش بدید و باعث بشه که شما کمتر آسیب ببینید و سرمایه‌تون به خطر نیفته. من زمانی که بازار رو آغاز کردم، یعنی اولین بازاری که شروع کردم بازار ایران بود. خب بازار ایران، بورس ایران کلا یک بازار متفاوت از تمام بازار هست، یک بازاری که عمقش پایینه و هر استراتژی که چه عرض کنم، هر تکنیکی و هر اندیکاتور رو روش جواب میده، چون بازار یک طرفه است. شما از یه جایی میخری و گرون بشه یه جا بفروشی. بازار دو طرفه که حالا فارکس و کریپتو این قابلیت رو داره کاملا متفاوته دوستان. اندیکاتور جواب نمیده به خاطر دیلی هایی که داره، به خاطر اون مکس هایی که توی اندیکاتور هست. خب اون قابلیت رو نداره و به خوبی نمیتونه به شما نقاط خرید و فروش رو نشون بده. پس در ابتدا باید حتما استراتژی داشته باشید. تا به استراتژی نرسیدید، حتی ساده، شروع به معاملات لایو نکنید. موضوع دوم دوستان و اشتباه دوم، لاتیج بالا هست و اشتباهی که همه فکر میکنن اگه پول بیشتر داشته باشن و با حجم‌های بالاتر وارد بازار بشن، خب سود بیشتری میکنن و توی بازار ماندگار میشن، که این کاملا اشتباه هست. اصلا ربطی به پول و لاتیج نداره. شما در ارتباط با کمترین حجم بازار ورود کنی، یعنی همون یک صدم. البته زمانی که میخوای لایو رو شروع کنی، شما در حالا بازی که داری بازار رو یاد میگیری، حالا داری آزمون خطا میکنی، آموزش میبینی، بهتره که یک دمو داشته باشی، روی حساب دمو آزمون خطا کنی، استراتژیات رو اونجا پیاده کنی، بعد وارد لایو بازار بشی. زمانی که وارد لایو بازار میشی، کلا دوستان احساسات شما درگیر میشه و زمانی که احساسات درگیر بشه و پول واقعیت وسط باشه، مطمئنا دیدگاه، تفکرها و ذهنیت شما تغییر میکنه. پس بهتره که شما با کمترین حجم بازار که همون یک صدم هست ورود کنی، که روی احساساتتون تاثیر بعد نذاره و بتونه شما رو به نحو اصلا تو مسیر نگه داره. موضوع بعدی که من حالا خیلی هم روش تاکید دارم، احساسی ترید کردن شما هست. خب من میگم تمام این سه تا اشتباه و سه تا مورد مرگبار فارکس رو که ازش نام بردم، من برای خودم پیش اومده و به قولی با تک تک سلولام توی بازار حسش کردم و اینم مورد سومی که میخوام بهتون بگم خیلی روی من تاثیر گذاشت و از بقیه، از اون دو مورد دیگه قوی تر بود و زودتر تونست حالا به قول من کال مارجین کنه و حساب من رو از دستم بگیره و یه مدتی از بازار دور باشم. و اون احساسی شدن در بازار است دوستان. شما باید بتونی احساسات رو کنترل کنی. هر کسی خب به شما بگه شما باید وارد بازار بشی و ترس و خشم و طمع رو از خودت دور کنی و حذفش کنی، به هیچ عنوان نمیشه دوستان. هیچ انسانی قادر به این نیست که احساساتش رو حذف کنه. من اگر صحبتی میکنم، صحبتم اینه که شما باید احساساتت رو در بازار کنترل کنی. یعنی زمانی که احساسی بخوای ترید کنی، شما توی سود طمع میکنی، طمع میاد سراغت و میگی باز معامله کنم، باز معامله کنم. اتفاقی برای من افتاد و یهو همش از دست میدی. اگر ضرر کنی وارد خشم میشی و وقتی خشمگین باشی دیگه اون منطقت جواب نمیده، از فکر استفاده نمی کنی و کلا احساسی تصمیم میگیری، اوورترید میکنی، تردهای پشت سر هم میزنی که اون ضرر رو برگره و منتهی به کال مارجین میشه. مورد بعدی که ترس هست، متاسفانه توی هر دو مورد سراغتون میاد. یعنی شما زمانی که توی بازار وارد سود میشی هم ترس سراغت میاد دوستان. ترس از دست دادن و این خیلی بده. یعنی شما زمانی که وارد سود میشی و فرض مثال یک معامله رو در بازار باز کردی برای رسیدن به یه سود معقول، قبل از که به اون سود برسه، اون ترسه میاد سراغت، میگی
خب نکنه به اون سودی که تیپی من و ذهن من میگه نرسه و از همینجا برگره منو ببر تو ضرر و میبندی معاملت رو، نمیتونی اون کنترل کنی و ترید خوبی داشته باشی. اگر که خب توی ضرر هم باشی و هنوز به استاپ معامله تو نرسیده باشه، باز اون ترسه میاد سراغت، حالا یا استاپ تو بزرگتر میکنه یا قبل از که برسه بهش معاملتتون. در هر صورت به هیچ عنوان ترس، طمع و خشم نمیذاره دوستان درست تصمیم بگیرید و تریدر خوب و ماندگاری باشید. پس لطفا این سه تا اشتباه رو مدیریت کنید، انجام ندید در ابتدای مسیر. من بهتون قول میدم اگر همین سه تا مورد رو رعایت کنید، نصف مسیر رو رفتید و بقیه مسیر براتون راحت تر میشه. خب این به تنهایی نیست، همیشه هم گفتم در ابتدا باید این سه تا مورد رو فقط رعایت کنید که ورود خوب داشته باشید، اینکه ماندگار باشید توی بازار. با آیتم دیگه هم بستگی داره. خب اگه ویدیو رو دوست داشتید لطفا سابسکرایب کنید، حمایت کنید از ما تا ویدیو بعدی رو از دست ندید. 12 جلسه 0 تا 100 در مورد بازار با هم صحبت داریم، هم در مورد روانشناسی، مدیریت سرمایه و تکنیک، تا بتونیم یک مسیر خوب، پربار و پرسود رو با هم داشته باشیم. شاد و پیروز باشید.